باور کنید رفیقان، منصب یگان کس حاضر در کار نیست. بسیاری ها را توصیه میکنیم، حاضر راضی نمیشوند، نمیروند با شهر دوشنبه. شما باور دارید؟ بسیاری ها انتظار آن هستند که هیئت ریاست شورای عالی و حکومت پیدا میشود، تینج آرام میکنند و بعد 3-4 ماه آنها طلبکار وظیفه میشن. نه رفیقان، این خیلی کادرها باید در هیئت ما نباشند. به سر قدرت رسیدن محترم امامعلی رحمان به صفت رئیس شورای عالی تاجیکستان تازه صاحب استقلال اما در وضعیت متشنج و ناآرام در دل ملت تاجیک از مسیرهای دور در زمستان پرغرور در زمحریر سردستان شعله‌یکی را مثل نور زرینتاب خورشید بیدار کرد و برافروخت. امامعلی رحمان به صفت نماینده محترم و امید و آرزوی واپسین هر تن این وطن حالت و وضعیت موجوده را به سرشت و وجود احساس کرد و پیش مردمش قول و قرار قطعی داد و عباره من به شما صلح میارم را با جسارت و باوری تام بر زبان گرفت که در چشم تنگ نظران و فرومایگان این گفته های او فرای گوششان افسانه و اسطوره بافته را میماند و باوریشان باطل میزد. اما مردانگی و احساس والای وطندوستی امامعلی رحمان واره مرد میدان ناموس که پیش مردمش وعده صلح داده بود در قولش استوار ایستاد و کرد. ما باید پیش روی خرابشوی نیست شدن ملت و دولت تاجیک را بگیریم. اجلاسی 16 شورای عالی تاجیکستان از روز 16 نوامبر به کار خود آغاز کرد و تا تاریخ 3 دکبر سال 1992 ادامه یافت. در ترکیب این معرکه مهم سیاسی یک قطار مسئله های فهرست و بررسی شده بودند که حل کننده تقدیر منبعد جمهوری ما بود. در آن چین حال و هوای میهن ما را پر کرده بود که مردم کشور ساکنان دوشنبه آسودگی و آرامی و ثبات و خوشبختی را به تمام از یادها زدوده بودند و در سینه جای شادی غم و غصه داشتند. در همین تالار شورای عالی اتفاقی بین همه دپوتات‌ها، همه گروه‌ها، علاوه خصوص من امروز ما حس کرده ایستادیم که همین یک دیگر فهمی یک دیلی شورای عالی شده ایستاده است و باوری داریم که روزهای دیگرش هم همین خیلی دوام میکند. حالا ما باید همه کی نباشد، ما باید پیش روی خرابشوی نیست شدن ملت و دولت تاجیک را بگیریم. با اقرار عدالت رحمان با که همه حادثه و مسئله های جلوسیه پیش چشم او گزارا گردیده به صفت وکیل شورای عالی مملکت شاهد زنده این رویداد تاریخی بود، در روز نخستین برگزاری جلوسیه مذکور از 230 نفر وکیل همگی 193 نفر حضور داشتند. این باعث بر آن گردید که در این میان 4 حوزه خالی باقی مانده بود و از این شمول 25 نفر به سبب شرکت نکردند. 4 نفر از وکیلان مردمی وحشیانه قتل شدند. رفت مجالس اجلاسیه دامنه‌دار و تاریخی با شدت جریان می گرفت و هر روز حال و هوای تازه را کسب می کرد. از 193 باز 4 نفر دیگرش در دوام اجلاسیه در 2 روز رسیده اومدند و 197 نفر دپوتات اشتراک داشتیم. مسئله به میان گذاشته شد. از همه مسئله که تقدیر تاجیکستان را حل میکرد این انتخاب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان بود. وقتی که ما هم کاتبات انتخاب کردیم، هم کمیسیه به حسابگیری آوازها را عبارت از 11 نفر انتخاب کرده بودیم. وقتی که مسئله درباره انتخاب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان به میان آمد، دپوتات شورای عالی جمهوری تاجیکستان عبدالواحد میرزایف از حوزه انتخاباتی خانقاه 47 ناحیه حصار به منبر برآمده از نام اهالی شهر ترسونزاده، ناحیه های حصار و شهر نو تکلیف به میان گذاشتند که بر روی خط آوازدهی پوشیده نامزدی دپوتات امامعلی رحمان نویسنده شود، یعنی وارد کرده شود، همین کس به رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب کرده شود. بعد این
депутат хайрулло ғафуров аз ҳавзаи интихоботи варзоб 11 шаҳри душанбе ба минбар баромада таклиф пешниҳод карданд ки ман таклиф мекунам ки عزتالله حیویویچ با رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان نیز با رویکرد آوازدهی پوشیده شامل کرده شود. ملت عزیزم، از این روزهای سخت میبرایم. من سر تعظیم به نزد پای مردم تاجیکستان، خلق تاجیکستان فرود میارم و میگویم تا که باشم برای ملتم، برای خلقم، برای دولتم خدمت میکنم.